فکر میکنی میتونی روبیکو توی 3 دقیقه حل کنی؟ من فقط با 1 هفته تمرین تونستم. بیا ببین چطوری. من همیشه توی زندگیم فکر میکردم حل کردن روبیک فقط کار آدمای فوق‌العاده باهوشه و هیچ وقت جرئت نمیکردم حتی سمتش برم. اگرم یه زمانی اتفاقی دستم میگرفتم یه قسمت از رنگش رو مثلا رنگ سفید رو با کلی زور و زحمت تکمیل میکردم. بعدش که میخواستم بقیه قسمت ها رو تکمیل کنم اون قسمت به هم میریخت و کلن میگفتم ولش کن بی خیالش. برای همین همیشه یه چیزی در گوشم میگفت حل کردن روبیک مال تو نیست، مال آدمای باهوشه. ولی یه جایی نزدیک 40 سالگی تصمیم گرفتم که این بازی رو عوض کنم، این طرز فکرم رو تغییر بدم. شنیده بودم که حل کردن روبیک یه فرمول داره، پس دست به کار شدم. توی گوگل گشتم و یه آموزش فارسی حل روبیک 3x3 پیدا کردم. همون اولیش رو کلیک کردم و با دقت نشستم و نگاه کردم. بعدش چون مجبور بودم برای حل کردن اون روبیک برگردم قسمت‌های فرمولا رو توی ویدیو پیدا کنم، دیدم این کار خیلی سخته. باید هی میگشتم توی ویدیو تا اون فرمولا رو پیدا میکردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که اون فرمولا رو بیارم روی کاغذ و همه مرحله ها رو به ترتیب روی کاغذ نوشتم. تک تک کارهایی که باید میکردیم و تک تک نکته هایی که اون استاد داشت میگفت. با همین دستخط داغونی که الان دارید توی تصویر میبینید. یادم اولین باری که از روی ویدیو نشستم و مرحله به مرحله این روبیک رو حل کردم نزدیک 1 ساعت طول کشید. کلی جاهاش اشتباه میکردم و گیج میشدم و بعد مجبور میشدم که کلش رو خراب کنم و به هم بریزم دوباره از اول شروع کنم. وقتی اولین بار حلش کردم یادمه که 1 ساعت طول کشید. اون موقع خیلی خوشحال شدم، باورم نمیشد که تونستم. حالا من از روی ویدیو نگاه کرده بودم و این کارو کرده بودم، ولی با این حال خیلی خوشحال شدم. بعدش سعی کردم که این تایمو کمترش کنم. فرمولا رو نوشتم روی کاغذ و رکورد خودم رو توی روزای بعد رسوندم به 1/2 ساعت. همش داشتم تمرین میکردم. شب موقع خوابیدنی، وقتی که داشتم فیلم نگاه میکردم، صبح وقتی از خواب بیدار میشدم، یادم بعضی روزا چشام باز نمیشد ولی باز سعی میکردم فرمولا رو ببینم و حلش کنم روبیکو. اینقدر از روی این فرمولا من خوندم و حلش کردم که یواش یواش و مرحله مرحله فرمولا رو حفظ کردم تا جایی که دیگه احتیاجی به راهنما نداشتم و فقط داشتم تلاش میکردم که توی تایم کمتری بتونم حلش کنم و رکورد جدیدتری برای خودم بزنم. تا اینکه بعد از کلی تلاش توی 1 هفته تونستم رکوردم رو به زیر 3 دقیقه برسونم. الان متوجه شدم که خیلی از کارهایی که ما میترسیم و جرئت نمی کنیم سمتشون بریم، اگه با علاقه و اشتیاق شروعشون کنیم و آموزش درست ببینیم و اصولی اون کار رو جلو ببریم و از شکستای وسط راهمون خسته نشیم و راهمون رو ادامه بدیم، یه روزی میرسه که میتونیم به خودمون افتخار کنیم و بگیم آفرین به خودم که کم نیاوردم و ادامه دادم. ببین دوست خوب من، توی هر سن و سالی که باشی و هر شرایط جسمی که داشته باشی، تجربه ثابت کرده ما میتونیم یه هنری، یه تکنیکی، یه کاری رو یاد بگیریم که به ما شوق زندگی، حس زندگی کردن رو به ما بده و به زندگیمون اضافه کنه. خیلی حرف زدم دوست من. اگر خلاصه بخوام بهت بگم، وقتی من تونستم تو هم میتونی. فقط یه هفته وقت بذار و این روبیکو با عشق حلش کن. دوست خوبم، یادت نره ما به دنیا نیومدیم که نمیریم. ما به دنیا اومدیم تا زندگی کنیم. پس زندگی کن.